مردی که غیرت ندارد خیری در او نیست. برادران مسلمانم، لحظه تفکر و تأمیل کنیم. عجیب این نیست که زنان در هنگام بیرون از خانه لباس عریان و تنگ می پوشند، بلکه عجیب چیز دیگرش است. عجیب این است که این زنان از خانه های بیرون می شوند که در آن مردان حضور دارند. و از آن عجیبتر این است که بعضی از همین مردان دعوای مسلمانی نیز می کنند و با وجود این باز در کنار همین زنانی که پوشش نادرستی دارند در کوچه ها نیز قدم زنان به گشت و گذار می پردازند و حتی در خیالشان نیست که ناموسشان وضعی دارد. برادران مسلمانم، شما در نزد خانواده خود و نوع پوشش آنها مسئول هستید، زیرا پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند و مرد مسئول خانواده اش می باشد و درباره خانواده اش بازخواست می شود، یعنی مورد سوال و جواب قرار می گیرد. پس بی غیرت نباشید. نگذارید که قد زن، بدن زن یا بدن خواهر یا بدن دختر شما را کسی نامحرم ببیند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند 3 نفر هستند که بهشت بر آنها حرام می باشد. یکم کسی که همیشه خمر می نوشد، یعنی همه وقت شراب می نوشد، و دوم کسی که نافرمانی پدر و مادر می کند. سوم دیوسی که به خباثت در خانواده اش راضی است. از همین رو مواظب ناموستان باشید، زیرا پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند یا جنت انت حرام علی الدیوس، ای جنت تو بر دیوس حرام هستی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.